آقا من سرم رونالدو مسی باشه مسی یه دیگه عوض میکنه واقعا راضی نیستم وقت دیگه همینو میذارم عوض میکنم یه خط چالش ببینیم اینه چالشش اینه هر نفری رو که میزنیم باید گانم به نظرم چالش آسونیه ولی که باید ببریم اگه نبریم کلا 5 چالشه اگه نبریم خب اینه چه سر من برمیدارم شده اوف زد این نزدیکتر اینو برمیدارم با نیا دیگه با این خورت اگه تونی بلک وای چالش سلام هر گانی دیدم و زمین حالا که اینجوری برمیدارم دیگه اینونی بزنی و مستخته یه ذره آقا بیا یه ذره آسون ترش کنیم برای تو پارت بیشتر میزنم خب برو بریم کمکم کن خدا خوردم ابیلیتی میزنیم رونالدو مسی اوکی تونی بلند تمام بردیم چالش بعد بذارید ببینم آها چی بود چالشی یه لحظه من برم بچه ما باید هر انمی که میزنیم یه بار خودکشی کنیم خب این یعنی چی؟ یعنی یه بار خودمون رو بزنیم انمی رو بزنیم البته این چالشی ذره مسخره است ولی خب دیگه بپذیرید بچه بپذیرید دیگه من چیکار کنم براتون اینا دارم من ولی بیاید اینو باز کنیم پرام 10 تا دیگه این مکتر رو میگیرم فردا گرفتم فردا 100 خب بچه میدونی قرار از چیه من قراره هر انمی در عوض هر انمی که میزنم باید چیکار کنم باید گانم و یا لوداتم رو عوض کنم و هی رو اشغال تر از اشغال باید بریم من میخوام این دست اسنایپ برم اسنایپ یعنی هر یه باری که بمیریم باید لوداتمون رو عوض کنیم پس شما اینه من میخواستید چالشو برید چیز نکنید به لودات خوبتون اول بیاد لودات خوبه رو بذار برای آخر
منو چقدر میزنم بابا داداش. من چند بار مردم ببخشید حواسم نبود. گرو اوه آقا گان من یه دونه یکی 47 هم دارم. خدای یکی 47 چی میگی یا بچه چالش بعدی اینه که باید فقط خوابیده رو برم. چالش بعدی این خدایا خوابیده باید حرکت کنم. برای این پارت سعی میکنم این 3 تا چالش داشته باشیم دیگه. بچه هم به من نگفتید تو کامنت چه سبکی دوست دارید، بتل یا مولوتی؟ مولتی من خودم راحت ترم، حالا نظر شما مهمتره. بگی بتل براتون بتل میزنم. چالش بعد باید اینجوری را برم همش تو مپ اینجوری. اما کمک بله عجیبه این پارت 3 تا چالش داشته باشیم. حالا چون من بازی ناموسیم چیزیه. میخواید براتون کد میذارم بیاد، میخواید آیدی میدم از فرندید بازی کنید اگه بخواید. ولی من بازیم خودم میگم من خاکم. او کسرا یه لحظه من با دوستم دارم میگم تو که داری ویدیو نگاه میکنی من با تو نره. بریم چالش بعدیمون و چالش آخر بدبختی عذاب. خدایا نصف حرکت تین تا ده جی برنگ MC عجب رسم زمونه لا بچه چالش قبلی کم هم خورد. من مجبورم بعد مجبورم چقدر بده حالا میده یه طرف اومد زد. من اگه میتونستم راه برم شروع زندگی بخوابید. تین تا دا ماما بوم خدایا اوف چیکار کردم من تیم تادا مانلا پرس چنگ خدایا چنچودا بانانا پو
بردیم. وای شاسود کور شاسود کور. بازی پرام با اینکه خوابیده بودم کل بازی. داشت پشمم نداد به اون. دیدی؟ یوپی. ای خداوند بزرگوار 10 تا بده. خدا همیشه به من 10 تا میدادی، الان یه 10 تا به ما نمیدی. این چه وضعشه؟ آقا ویدیو تموم شد ولی خب عجیبه زندگی ما عجیبه. خداحافظ دوستان.